آقای ریتر اسکات ریتر 62 ساله، افسر اطلاعاتی سابق نیروی دریایی آمریکا، میهمان برنامه جهان امروز بود. آقای ریتر ضمن اشاره به تحقق اهداف ایران در انتقامگیری از اسرائیل، ایران را پیروز میدان دانست. من فکر میکنم هدف انتقامگیری ایران این بود که یک بازدارندگی در منطقه ایجاد بکنه تا اسرائیلیا متوجه اون بشن. ایران موفق و پیروز شد. افسر اطلاعاتی سابق نیروی دریایی آمریکا این را هم گفت که احتمال حمله اسرائیل به ایران بعید است. یک دلیلش اینه که اسرائیل بدون حمایت آمریکا نمیتونه یه حمله واقعی به ایران داشته باشه. آمریکا هم صراحتاً به اسرائیل اعلام کرد که اگر اونا بخوام به ایران حمله ای رو انجام بدن، آمریکا با اونا همراهی نخواهد کرد. دلیل دومم اینه که موشک‌های ایران اهدافشون رو در اسرائیل هدف قرار دادن و این نشون میده که سپر موشکی اسرائیل غیر قابل نفوذ نیست و ایران هر جایی رو که بخواد میتونه در اسرائیل هدف قرار بده. آقای ریتر درباره پیام عملیات تنبیهی وعده صادق به طرفهای دیگر از جمله آمریکایی‌ها هم گفت. ایران پیام خودش رو قبلا با حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد به آمریکا فرستاده بود. حمله ایران به عین الاسد و اسرائیل به آمریکایی‌ها نشون داد که نمیتونن به سیستم دفاعیشون تکیه بکنن و علاوه بر این نشون داد که حمله به ایران عواقب و پیامدهایی برای اونها خواهد داشت. تأثیر عملیات وعده صادق بر آینده معادلات منطقه از دیگر موضوعاتی بود که این افسر سابق آمریکایی به آن اشاره کرد. قبل از این حمله اسرائیلیا باور داشتن که واقعاً میتونن هر کاری رو انجام بدن و بابت اون هیچ بهایی هم مجبور نیستن پرداخت کنن. اون موقع به نظر میرسید که اسرائیل واقعاً دست بالایی رو در برابر ایران داره. اما بعد از این حمله همه چیز عوض شد. ایران آشکارا این پیام رو داد که حمله به منافعش چه در داخل و خارج از مرزهاش رو تحمل نمیکنه و بسیار جدی پاسخ میده. آقای ریتر درباره تأثیر عملیات تنبیهی وعده صادق بر جنگ در غزه هم گفت. حمله ایران به اسرائیل میتونه ماهیت جنگ در غزه رو تغییر بده. محور مقاومتی که ایران در منطقه تشکیل داده تونسته اسرائیل رو تحت فشار قرار بده. اسرائیل واقعا انتظار نداشت اینطور هدف قرار بگیره. الان با این حمله ما وارد یک دوره جدید از معادلات ژئوپلیتیک در منطقه شدیم. مجتبی شاهسوانی، خبرگزاری صدا و سیما.